برای ورود به بایوس دیگه نیاز نیست دنبال پیدا کردن کلیدش باشی. میتونی با ساخت یه شورتکات ساده و فقط با یک کلید وارد بایوس بشی. بریم برای ساخت شورتکات. قبلش حتما لایک رو بزنید. اول از همه راست کلیک کنید و در نیو گزینه شورتکات رو انتخاب کنید. در قسمت تایپ د لوکیشن عبارتی که داخل کپشن گذاشتم رو بنویسید. حالا یه اسم برای این شورتکات انتخاب کنید، مثلا بایوس. از فایل شورتکاتی که ساختید خارج شوید و روی آن راست کلیک کنید و گزینه پراپرتی رو انتخاب کنید. در تب شورتکات روی گزینه ادوانس بزنید و ران از ادمینستریتور رو انتخاب کنید. در نهایت اوکی کنید و مجدداً از فایل خارج شوید. در قدم آخر هم فقط کافی شورتکاتی که ایجاد کردید رو باز کنید تا سیستمتون وارد تنظیمات بایوس بشه. تمام.